خیلی از آدما وقتی یه روز به خودشون نگاه میکنن میبینن سالهاست به جای زندگی فقط دارن ادامه میدن. بیدار شدن، فکر کردن، نگران بودن، جمع کردن خودشون و دوباره از اول. و ترسناکترین قسمت ماجرا اینه که بعد یه مدت آدم به این مدل زندگی عادت میکنه. انگار اضطراب میشه حالت طبیعی ذهن، خستگی میشه شخصیت آدم و آرامش تبدیل میشه به چیزی که فقط بقیه دارن. بعضی آدما اونقدر طولانی قوی بودن که دیگه بلد نیستن چجوری استراحت کنن. حتی وقتی خوابن ذهنشون هنوز بیداره، هنوز فکر میکنه، آینده رو تحلیل میکنه، مکالمه ها رو مرور میکنه، بدترین سناریوها رو میسازه و دنبال یه خطر جدید میگرده. چون مغزشون سالها یاد گرفته اگه مراقب نباشی آسیب میبینی. و شاید خیلی از رفتارهایی که فکر میکردی مشکل شخصیتتن فقط روشهایی بودن که ذهنت برای محافظت از تو ساخته. مثلا overthinking، کاملگرایی، ترس از رها شدن، نیاز به تایید، کنترل کردن همه چیز یا حتی خسته کردن دائمی خودت. شاید هیچ کدوم از اینا ذات واقعی تو نبوده. فقط نسخه‌ای بودن که فکر میکردی برای ادامه بهشون نیاز داری. یه چیزی هست که خیلی از آدم‌ها هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنن. این که شاید مشکل اصلی نبوده که ضعیف بودن. شاید فقط زیادی طولانی تنها جنگیدن. و آدمی که سالها توی حالت بقا زندگی کرده یه جایی فراموش میکنه آرامش اصلا چه شکلی بود. بخش اول، چرا آدم خودشو نابود میکنه؟ خیلی وقتا آدم دقیقاً میدونه چی داره نابودش میکنه ولی بازم ولش نمیکنه. میدونه باید استراحت کنه، باید از یه رابطه خارج شه، باید شروع کنه، باید دست از سرزنش خودش برداره ولی نمیتونه. و اینجاست که آدم کم کم فکر میکنه خب شاید مشکل از منه. اما خود تخریبی خیلی وقتا از تنبلی یا بی‌عرضگی نمیاد. از ترسه. ترس از شکست، ترس از قضاوت شدن، ترس از کافی نبودن یا حتی ترس از موفق شدن. چون موفق شدن هم خطر داره. خطر دیده شدن، خطر انتظار بیشتر، خطر از دست دادن. ذهن انسان همیشه دنبال چیزی میگرده که براش آشنا باشه، حتی اگه اون چیز دردناک باشه. برای همین بعضی آدما مدام وارد رابطه‌هایی میشن که نابودشون میکنه، موفقیتاشون رو خراب میکنن، یا درست وقتی همه چیز داره خوب میشه خودشون همه چیز رو به هم میزنن. نه چون درد رو دوست دارن، چون درد براشون آشناست. یه بخش ترسناک ماجرا اینه که بعضی زخم‌ها اونقدر قدیمی‌ان که آدم فکر میکنه شخصیتشه. مثلا اضطراب دائمی، حس ناکافی بودن، ترس از رها شدن یا نیاز به ثابت کردن خود. بعد کم کم آدم باور میکنه من ذاتاً همین شکلیم، در حالی که شاید فقط سالها در شرایطی بوده که ذهنش مجبور شده اینطوری دووم بیاره. بخش دوم، آدمایی که هیچ وقت استراحت نمیکنن. بعضی آدما حتی وقتی هیچ کاری نمیکنن هم خستن. چون خستگیشون فقط جسمی نیست، ذهنشون هیچ وقت خاموش نمیشه. همیشه فکر، تحلیل، نگرانی، آینده، مقایسه، ترس. و ذهنی که همیشه داخل آینده زندگی میکنه خیلی سخت میتونه آرامش واقعی رو حس کنه. یه مدل خستگی هست که از زیاد فکر کردن میاد، از اینکه مغز حتی یه لحظه احساس امنیت نمیکنه. برای همین بعضی آدما وسط فیلم دیدن هم اوورثینک میکنن. وسط استراحت هم احساس گناه دارن و حتی وقتی همه چیز خوبه باز منتظر خراب شدنشن، چون بدنشون و ذهنشون به تنش شرطی شده. بعضی آدما اونقدر طولانی در حالت آماده باش بودن که دیگه آرامش براشون غریبه شده. چون وقتی چند روز آرومن یهو اضطراب میگیرن، چون مغزشون دنبال بحران میگرده. انگار ذهن میگه زیادی آرومه، حتما قراره یه چیز خراب شه. بخش سوم، مقایسه آرامترین نوع نابود شدن آدمه. شبکه‌های اجتماعی باعث شدن آدما هر روز احساس کنن من عقبم، یکی موفق تره، یکی خوشحال تره، یکی پولدارتره، یکی قشنگتره، یکی زندگیش کامل تره. و مغز انسان برای این حجم از مقایسه ساخته نشده.
قسمت ترسناک ماجرا اینه که آدم کم کم ارزش خودش رو وابسته میکنه به چیزی که بقیه دارن و این بازی هیچ وقت تموم نمیشه، چون همیشه یکی جلوتره، یکی بیشتر داره، یکی بهتر دیده میشه. برای همین آدمی که ارزش خودش رو بر اساس مقایسه میسازه هیچ وقت واقعا احساس کافی بودن نمیکنه. بعضی آدما تمام عمرشون رو صرف رسیدن میکنن بدون اینکه حتی بدونن اگه بالاخره برسن واقعا آروم میشن یا نه. بخش 4، کاملگرایی. لباس شیک ترسه. خیلی از آدما فکر میکنن کاملگرایی ویژگی خوبه. فکر میکنن یعنی حرفه‌ای بودن، دقیق بودن، استاندارد بالا داشتن. ولی خیلی وقتها کاملگرایی فقط یه نوع ترسه. ترس از اشتباه کردن، ترس از قضاوت شدن، ترس از اینکه اگه کامل نباشی دوست داشتنی نباشی. برای همین بعضی آدم‌ها هیچ وقت شروع نمی‌کنن. نه چون تنبلن، چون میخوان همه چی بی‌نقص باشه و وقتی چیز کامل نباشه ذهنشون فوری شروع میکنه به سرزنش. هنوز آماده نیستی، باید بهترش کنی، الان وقتش نیست، هنوز به اندازه کافی خوب نشده و اینطوری سالها میگذره. ترسناکترین قسمت کاملگرایی اینه که آدم رو از زندگی واقعی محروم میکنه. چون زندگی واقعی همیشه توش گند زدن هست، همیشه یه اشتباه هست، یه ابهام هست، یه نقص هست، یه چیز طبق برنامه پیش نمیره و آدمی که منتظر شرایط بی‌نقص بمونه ممکنه هیچ وقت واقعا زندگی نکنه. بعضی آدما اونقدر خودشونو تحت فشار گذاشتن که دیگه حتی نمیدونن بدون فشار چه شکلی‌ان. اگه استراحت کنن احساس گناه میکنن. اگه آروم باشن فکر میکنن عقب افتادن. چون ذهنشون یاد گرفته فقط وقتی ارزشمندی که داری میجنگی. بخش 5، ترس از تنهایی آدما رو تغییر میده. بعضی آدما اونقدر از تنها موندن میترسن که کم کم خودشونو حذف میکنن. همیشه کوتاه میان، تحمل میکنن، خودشونو تغییر میدن، نیازاشونو پنهان میکنن فقط برای اینکه آدما بمونن. و غمگین ترین قسمت ماجرا اینه که بعضی آدما حتی وقتی وسط رابطه‌ان هم احساس تنهایی میکنن. چون نمیتونن خود واقعیشون باشن. همیشه یه نسخه ادیت شده از خودشونو نشون میدن. نسخه‌ای که قابل قبولتره، راحت‌تره، دردسر کمتری داره. ولی ته دلشون همیشه یه ترس هست. اگه خود واقعیمو ببینن شاید برن. برای همین بعضی آدما بیش از حد وابسته میشن یا برعکس هیچ وقت به طور کامل نزدیک نمیشن چون ته ذهنشون هنوز ترس از رها شدن وجود داره و این ترس خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی رفتار آدما رو کنترل میکنه. بخش 6، بعضی آدما اونقدر خسته‌ان که حتی امید داشتنم براشون سخت شده. یه مرحله از خستگی وجود داره که آدم دیگه حتی ناراحت هم نیست، فقط خاموش شده. نه هیجان، نه شوق، نه انگیزه، فقط رد کردن روزا. این حالت خیلی خطرناکتر از غم شدیده چون آدم کم کم به بی‌حسی عادت میکنه. بعضی آدما یه زمانی رویا داشتن، هیجان داشتن، امید داشتن، ولی زندگی آروم آروم خسته‌شون کرده. شکست، ناامیدی، فشار، تنهایی، انتظار طولانی، تا یه جایی که ذهنشون شروع کرده به خاموش کردن امید. نه چون هیچ شانسی وجود نداره، چون مغز میخواد از آدم در برابر ناامیدی محافظت کنه. برای همین بعضی آدما قبل از اینکه حتی تلاش کنن ناامید میشن. قبل از شروع تسلیم میشن چون ذهنشون میگه آخرش باز خراب میشه. امید فقط یک احساس قشنگ نیست، انرژی حرکت کردنه و آدمی که کلاً امیدش از دست بده کم کم ارتباطش با زندگی هم کمتر میشه. بخش 7، شاید مشکلی نبود که تو کافی نبودی. یه جمله هست که خیلی از آدما تمام عمر باهاش زندگی میکنن. شاید اگه بهتر بودم بیشتر دوستان داشتم. این فکر خیلی از زندگی‌ها رو نابود میکنه چون وقتی آدم باور کنه کافی نیست تمام دنیا رو از همون فیلتر میبینه. برای همین بعضی آدما بیش از حد تلاش میکنن، بیش از حد خودشون رو ثابت میکنن یا هیچ وقت از خودشون راضی نمیشن چون ته ذهنشون هنوز یه صدای قدیمی هست که میگه هنوز کافی نیستی. و قسمت بد این ماجرا اینه که آدم بعد یه مدت فکر میکنه این صدا حقیقت مطلقه
در حالی که شاید فقط نتیجه سالها فشار، تنهایی یا کمبود محبت بوده. بعضی آدم‌ها تمام عمرشون رو صرف درست کردن خودشون میکنن، در حالی که شاید از اول خراب نبودن، فقط خسته بودن، زخمی بودن و زیادی طولانی در حالت بقا زندگی کردن. بخش 8. التیام همیشه حس خوب نمیده. خیلی‌ها فکر میکنن التیام یعنی همیشه آرام بودن، همیشه مثبت فکر کردن، نترسیدن و تبدیل شدن به یه نسخه پرفکت از خودشون. اما التیام واقعی خیلی بیشتر از این حرفاست. بعضی روزا آدم احساس میکنه جلو اومده، بعضی روزا دوباره برمیگرده عقب، بعضی روزا آرومه، بعضی روزا دوباره اوورثینک میکنه. و این به معنی شکست نیست. چون وقتی آدم سالها فرار کرده، خودشو مشغول نگه داشته، احساساتشو خفه کرده یا به جای زندگی فقط زنده مونده، لحظه‌ای که بالاخره استوب میکنه، همه چی بالا میاد. خشم، غم، ترس، خستگی و خیلی وقتا التیام قبل از اینکه آدم رو آروم کنه، اول به همش میریزه. یه چیز مهم هست که خیلی‌ها نمیفهمن. رشد واقعی خط صاف نیست. قرار نیست یه روز بیدار شو ناگهان درست شده باشی. بعضی زخم‌ها شاید همیشه یه رد کوچیک باقی بذارن، ولی التیام واقعی یعنی اون زخم دیگه کل زندگی آدم رو کنترل نکنه. بعضی وقتا بزرگترین پیشرفت این نیست که آدم کامل خوب بشه. اینه که کمتر خودش رو نابود کنه، کمتر به خودش دشمن باشه و بعد از افتادن سریعتر خودش رو جمع کنه. بخش 9. آدمی که همیشه خودشو نجات داده یه روز بالاخره خسته میشه. یه خستگی هست که فقط آدمایی میفهمنش که سالها همه چیز رو تنهایی حمل کردن. همیشه خودشون رو آروم کردن. خودشون رو جمع کردن. خودشون رو بلند کردن و خودشون از خودشون مراقبت کردن. و بالاخره یه روز آدم از همیشه قوی بودن خسته میشه. بعضی آدما اونقدر طولانی نقش من اوکیم رو بازی کردن که دیگه حتی بلد نیستن کمک بخوان. چون ذهنشون یاد گرفته روی کسی حساب نکن. برای همین دردشون رو نمیگن، احساساتشون رو قایم میکنن و همه چیز رو تنهایی تحمل میکنن. ولی هیچ انسانی قرار نبوده تمام وزن زندگی رو تنهایی بکشه. بعضی وقتها آدم بیشتر از انگیزه فقط نیاز داره چند دقیقه احساس امنیت کنه. بخش 10. شاید تمام عمرت فقط داشتی روزا رو رد می‌کردی. شاید تمام این سالا فکر می‌کردی زیادی حساسی، زیادی خسته‌ای، زیادی به هم ریخته‌ای یا زیادی عقب موندی. اما شاید حقیقت فقط این بوده که خیلی طولانی در حالت بقا زندگی کردی. شاید زیادی فکر کردن، ترس از رها شدن، کاملگرایی، خسته کردن خودت یا نیاز شدید به تایید، همشون فقط روش‌هایی بودن که ذهنت برای محافظت از تو ساخته، نه برای نابود کردنت. و وقتی آدم اینو میفهمه، نگاهش به خودش عوض میشه. دیگه خودشو فقط خرابکار نمیبینه. میفهمه شاید فقط زخمی بوده. شاید التیام واقعی این نباشه که یه روز تبدیل به آدمی بشی که هیچ ترسی نداره، هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت نمیلرزه و همیشه قویه. شاید التیام واقعی خیلی آرومتر از این حرفا باشه. این که کمتر با خودت بجنگی، کمتر از خودت فرار کنی و کمتر از زندگی رو فقط میدان بقا ببینی. و شاید بعد از تمام این سالها، بعد از تمام اون نسخه هایی که فقط برای دوام آوردن ساخته شده بودن، وقت اون رسیده که کم کم یاد بگیری فقط زنده نمونی، واقعا زندگی کنی. نه با کامل بودن، نه با ثابت کردن خودت، نه با جنگ دائمی، فقط با این آرامش کوچیک که دیگه لازم نیست تمام عمرت علیه خودت بجنگی. بخش 11. بعضی آدم‌ها اونقدر به جنگیدن عادت کردن که آرامش میترسوندشون. یه چیزی هست که خیلی عجیب و غمگینه. بعضی آدم‌ها وقتی بالاخره همه چیز آروم میشه حالشون بد میشه، چون ذهنشون به آشوب عادت کرده. برای همین بعضی آدم‌ها وقتی که واقعاً دوستشون داره شک میکنن. وقتی اوضاع خوب پیش میره منتظر خراب شدنش میمونن. وقتی چند روز آرامش دارن مضطرب میشن، چون مغزشون سالها یاد گرفته آرامش پایدار نیست. و ذهنی که همیشه منتظر فاجعه بوده خیلی سخت میتونه باور کنه که شاید این بار واقعا خطری وجود نداره. برای همین بعضی آدما ناخودآگاه دوباره میرن سمت آدمای تاکسیک، رابطه‌های پیچیده، استرس، شلوغی، نه چون دوستش دارن، چون آشناست.
یه بخش ترسناک ماجرا اینه که بعضی آدم‌ها حتی وقتی بالاخره به چیزی که میخوان میرسن هم آروم نمیشن، چون جنگ اصلی داخل ذهنشونه و ذهنی که سالها در حالت بقا بوده یه شبه خاموش نمیشه. بخش 12. بعضی آدم‌ها هیچ وقت واقعا خودشون نبودن. بعضی آدم‌ها تمام عمرشون نسخه‌ای از خودشون ساختن که پذیرفتنی تر باشه، دوست داشتنی تر باشه، کمتر قضاوت بشن و کمتر طرد بشن و بعد یه مدت خودشون هم فراموش میکنن واقعا کی بودن. همیشه نقش بازی کردن. آدم قوی، آدم منطقی، آدم بی‌نیاز، آدم همیشه اوکی، در حالی که داخلشون شاید کاملا خسته بوده. یه چیزی هست که خیلی‌ها نمیفهمن. آدمی که همیشه نقش بازی میکنه حتی وقتی بین آدماست هم احساس تنهایی میکنه، چون هیچکس واقعا خود واقعیشو نمیشناسه. بخش 13. تو قرار نیست تمام عمرت نسخه زخمی خودت بمونی. یه حقیقت مهم وجود داره که خیلی‌ها دیر میفهمنش، این که فقط چون یه نسخه از تو سالها در حال تاب آوردن بوده به این معنی نیست که باید تا آخر عمر همون بمونه. شاید یه زمانی سرد بودن لازم بوده، اعتماد نکردن لازم بوده، احساسات رو قایم کردن لازم بوده، یا همیشه قوی بودن لازم بوده، چون اون نسخه کمکت کرده دووم بیاری. ولی مشکل اینجاست که ذهن چیزهایی رو که یه بار نجاتش داده سخت رها میکنه، حتی وقتی دیگه لازم نیستن. التیام خیلی وقتا یعنی رها کردن نسخه های از خودت که فقط برای زنده موندن ساخته شده بودن، نه برای زندگی. یه مرحله ای از رشد هست که آدم کم کم میفهمه قرار نیست همیشه خودش رو ثابت کنه، قرار نیست همیشه بجنگه تا ارزشمند باشه و شاید برای اولین بار شروع کنه به ساختن زندگی که فقط بر پایه ترس ساخته نشده. بخش 14. بعضی آدم‌ها اونقدر خستن که دیگه حتی خودشون رو حس نمی‌کنن. یه مرحله از خستگی وجود داره که آدم دیگه حتی نمیتونه دقیق توضیح بده چشه. فقط میگه نمیدونم. یه چیزی داخل من خاموش شده. نه غم شدید، نه فروپاشی واضح. فقط انگار آدم خنثی شده از هیجان، امید، انگیزه، حتی خودش. جنگ دائمی با ذهن خودش تا یه جایی که مغز تصمیم گرفته دیگه کمتر حس کن، امن‌تره. برای همین بعضی آدم‌ها دیگه ذوق نمی‌کنن، عمیق خوشحال نمیشن، یا حتی وقتی اتفاق خوبی میفته کامل حسش نمی‌کنن، چون ذهنشون سالها در حالت محافظت بوده. یه چیز عجیب درباره انسان وجود داره، وقتی مدت طولانی تحت فشار باشی فقط غم رو خاموش نمی‌کنی، شادی رو هم کمتر حس می‌کنی. این خیلی غمگینه، اینکه آدم فقط برای اینکه کمتر درد بکشه کمتر هم زندگی کنه. بخش 15. آدمی که همیشه قوی بوده یه روز فرو میریزه. جامعه عاشق آدمایی که همیشه قوی‌ان، مستقلن، کمک نمیخوان و همه چیزو تنهایی هندل میکنن. ولی یه چیزی که کسی نمیبینه اینه که بعضی آدما قوی به دنیا نیومدن. فقط یه جای فهمیدن انتخاب دیگه‌ای ندارن. حتی وقتی حالشون افتضاح هم نمیتونن بگم کم آوردم، چون ذهنشون یاد گرفته ضعیف بودن خطرناکه. ولی هیچ انسانی قرار نیست همیشه قوی بمونه. یه جایی ذهن خسته میشه، یه جایی بدن خسته میشه، یه جایی آدم دیگه انرژی ادامه دادن به همون شکل قبلی رو نداره. و شاید التیام واقعی از همون لحظه شروع بشه که آدم بالاخره قبول کنه آره واقعا خستم. نه برای تسلیم شدن، برای اینکه بالاخره دست از جنگ دائمی با خودش برداره. بخش 16. شاید آرامش چیزی نیست که باید به دستش بیاری. خیلی از آدما تمام عمرشون دنبال یه نقطه‌ان، یه جایی که بالاخره آروم شن، کافی شن، خوشحال شن و احساس امنیت کنن و به خودشون فکر میکنن وقتی به اون برسن بالاخره حالم خوب میشه. ولی خیلی وقتا آدم به اون نقطه میرسه و هنوز همون حس خالی بودن رو داره، چون مشکل فقط بیرون نبوده. اگه ذهن آدم همیشه علیهش کار کنه، هیچ موفقیتی کامل خوشحالش نمیکنه، هیچ رابطه کامل آرومش نمیکنه و هیچ دستاوردی اون حس ناکافی بودن رو کامل پاک نمیکنه. برای همین بعضی آدم‌ها همیشه دنبال بعدی موفقیت، بعدی پول، بعدی تایید، بعدی تغییر، چون فکر میکنن آرامش یه جای در آینده منتظرشونه. در حالی که شاید آرامش واقعی اون لحظه شروع بشه که آدم کمتر خودشو قضاوت کنه، کمتر خودشو با بقیه مقایسه کنه و کمتر احساس کنه باید ثابت کنه ارزشمنده. و
شاید زیباترین قسمت ماجرا همین باشه. اینکه یه روز بعد از سالها فرار بالاخره تصمیم بگیری کنار خودت بمونی. اگه هنوز اینجایی، مرسی که تا آخر همراهم بودی. اگه این ویدیو یه لحظه باعث شد بیشتر به خودت فکر کنی، لایک کن و برام بنویس کدوم بخش بیشتر موند توی ذهنت.